با نام و یاد خدا. تعیین سن مطلق. فصل اول کتاب زمینشناسی 11. منظور از سن مطلق اندازه‌گیری سن واقعی نمونه‌ها با استفاده از عناصر پرتوزا است. با اصول این روش میتوان سن واقعی نمونه‌هایی مانند سنگ، چوب، استخوان و یک دفینه را در باستانشناسی اندازه‌گیری کرد. عناصر پرتوزا به طور مداوم و با سرعت ثابت در حال واپاشی و تبدیل به یک عنصر پایدار هستند. به عنوان مثال، اورانیوم به طور طبیعی دارای هیچ ایزوتوپ پایداری نیست، اما دو ایزوتوپ اورانیوم 235 و اورانیوم 238 دارای نیمه عمر بسیار طولانی هستند، در حالی که نیمه عمرشان از سن زمین بیشتر است و در نتیجه به طور طبیعی در پوسته زمین همچنان باقی مانده‌اند. اورانیوم 235 و اورانیوم 238 دو ماده مهم در صنایع هسته‌ای هستند و جهت تولید انرژی در نیروگاه‌های هسته‌ای به عنوان سوخت به کار می‌روند. با مشخص کردن اینکه چه مقدار از هسته عنصر رادیواکتیو باقی مانده است، می‌توان متوجه شد که چند نیمه عمر از آن ماده رادیواکتیو سپری شده است و چون میزان نیمه عمر عناصر رادیواکتیو را می‌دانیم، به راحتی می‌توانیم سن اشیاء قدیمی را محاسبه کنیم. پس نیمه عمر عناصر پرتوزا مدت زمانی است که میزان یک عنصر پرتوزا بر اثر واکنش‌های پرتوزایی به نصف کاهش پیدا می‌کند. در این مثال مقدار اولیه عنصر رادیواکتیو 72 گرم است. در این نمونه زمانی که نیمی از 72 گرم ماده اولیه واپاشی انجام می‌دهد و به ماده جدید تبدیل می‌شود، چیزی معادل 10⁻³ میلیون سال طول می‌کشد. در حال حاضر از ماده اولیه 72 گرمی تنها 9 گرم، یعنی چیزی معادل 1/8 ماده اولیه باقی مانده است و این امر نشان می‌دهد که از این نمونه 3 نیمه عمر 10⁻³ میلیون سالی گذشته است. پس می‌توان گفت که سن این نمونه 30⁻৯ میلیون سال است. یکی از کاربردی ترین روش ها استفاده از رادیوایزوتوپ کربن 14 است و در اینجا لازم است ابتدا شرایط تشکیل این رادیوایزوتوپ را توضیح دهیم. پرتوهای کیهانی هر روز به مقدار زیادی وارد جو زمین می شوند. برای مثال، هر انسان در هر ساعت مورد اصابت حدود 0.5 میلیون پرتو پر انرژی کیهانی قرار می گیرد. این پرتوهای کیهانی به محض ورود به جو زمین با اتم‌های گازی جو برخورد می‌کنند. در نتیجه، نوترون‌های پر انرژی با برخورد به اتم‌های گاز نیتروژن آن را می‌شکافند و حاصل این شکافت هسته‌ای ایجاد 2 اتم کربن 14 و 1 اتم هیدروژن است. ایزوتوپ کربن 14 رادیواکتیو است. اتم‌های کربن 14 به شکل دی اکسید کربن با اکسیژن هوا ترکیب می‌شوند. سپس گیاهان آن را جذب می‌کنند و توسط عمل فتوسنتز در فیبرهای گیاهی پخش می‌کنند. حیوانات و انسان گیاهان را می‌خورند و بدین ترتیب کربن 14 به خوبی در بدن آنها جذب می‌شود. نسبت طبیعی کربن 14 به کربن 12 در هوا و بدن همه موجودات زنده در زمان حیاتشان تقریباً ثابت است و با مرگ آن موجود زنده دریافت کربن جدید متوقف می شود و پس از مرگ رادیوایزوتوپ کربن 14 موجود در بدن آنها با نیمه عمر 5730 شروع به واپاشی می کنند و به عنصر نیتروژن 14 که عنصری پایدار است تبدیل می شود. و چون آن موجود زنده دیگر نفس نمی کشد، بنابراین میزان کربن 14 موجود در اتمسفر در بدنش جایگزین نمی شود و بدین ترتیب می توان از روی مقدار باقی مانده کربن 14 که هنوز به نیتروژن 14 تبدیل نشده است، زمان مرگ موجود زنده و یا سن چوب، استخوان و یا سنگ را تعیین نمود. استفاده از عناصر پرتوزا در تعیین سن مطلق در علوم مختلفی همچون باستانشناسی، زمینشناسی، جرم شناسی کاربردهای فراوان دارد. با آرزوی موفقیت برای تک تک شما دانش آموزان